مادر تاج سر من، دنیا کشنگ و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان مرا دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیدی من، مادر تاج سر من، دنیا کشنگ و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان مرا دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیز. امروز 8 مارس است، روز بین المللی مادران. ما در دهه اقصای قرار داریم برای تبریک کردن حاجیانه. البته آزاده خاله را در روز عید زنان بانوان تبریک میگوییم. خواهر صاحب جشن را، البته شریف آیتی را، کلین خاندان زرین آیتی را و رعنا بانو را از نام فرزند راهدار خاندان صفی آیتی تبریک میگویم. لحظه های خورسندی خانواده را پیشکش میکنیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. سحر بدی نمازی بام دادم، درگاهی خدا زاری نمودم. سحر بدی نمازی بام دادم. السلام علیکم مادران عزیز، زنبانوان، مادران زیبای اقصای عظیم. امروز به سیمای شمایان تمام زنبانوان سمرقند ازبکستان روی دنیا را تبریک میگویم. عیدتان مبارک مادران. مادر سرشوی عشق و محبت، چشمه مهر و محبت است که همیشه باقی است. امروز میخواستیم به نزدمان تکلیف کنیم حاجیانه آزاده خاله را و البته شریف آیتی، کرین خاندان زرین آیتی را، رعنا بانو را و بسیمای اینها همه مادران را تبریک میگویم. حاجیانه بیاید نزدیکتر به نزد ما. مرحمت. شریف آیتی مرحمت، کرین پاشا و البته رعنا بانو مرحمت. حاجیانه روز خورسندی مبارک، عید مبارک باشد. امروز روز بین المللی مادران را مبارک باد میگویم. امروز شما را از نام فرزند مسافرتان، از نام صفی آیتی، شما را، خواهرشان را، باز خواهر و جیان را، همه مادران عزیز را تبریک میگویم. گفتن به چشم همه فرزند مادر از همه زیباترین زن روی دنیاست. میگویند مادرم را به چشم من بینید، سر و پا نور و صفاست، همگی مهر و وفاست. مادرم را به چشم من بینید، مادری من زیباست. مادرم را به چشم من بینید، جلوه نوری خداست. از برایم یک تاست. مادرم را به چشم من بینید،
مادر من زیباست. زیبایی همیشه همراه شما باشد. اولا برای شما صحت، سلامتی، تندرستی، خانه آبادی را آرزومندیم. بگذار همراهی پدر عزیزی خاندان، یکی از آن ابرمردان دهه آقسای داولا اسرائیلوف که یکی از آن رئیس خان انسان‌های فعال دهه آقسای هستند و باشند، همیشه دم پیری و دولتی پیری را دیدن برای شما نصیب کنند. همین فرزندان را با یک مهنتی حلال، با یک خوشی خرسندی از هیچ کس کم نکرده کلان کردید. بگذار همیشه حضور و حلاوت فرزندان را دیده گشتن نصیب کند. امروز برای مادر میرسانیم. مادرم، در روز عیدت من چی را سوغا کنم؟ مهر پنهانی دلم را من چی خیل آشکار کنم؟ گر متاع تحفه بگردم شود آن بی نشان، دسته گل هدیه سازم تیز می گردد خزان. پس چرا در روز عیدت تحفه بنمایم که آن ماند از من بهر تو چون یادگاری جاویدان. مادرم، تحفه بر تو میکنم اشعار خود تا که باشد جاویدان و جاویدان باشد سرود. میگویند صفیایتی از مسافرت شما را بسیار یاد کردن، حاجیانه دوست میدارند. اگر خدا خواهد ساق سلامت از مسافرت برگردیم، دامان مادر آغوشی من است، دامان مادر جای نمازی من است و همیشه در اطرافشان نشسته دعاهای نیکشان را میگیرم و مادر را تاج سر، پدر را قبله‌گاه کرده میگردم. مبارک باشد. امروز روز خرسندی را خواهران عزیز شریف آیتی، زرین آیتی، رهنا بانو برای شما مبارکباد میگوییم. میگویند زن زن است و مادر است و خواهر است، زن زر است و زیور است و زرگر است. زن بانوان زر و زیور خاندان هستید. شمایان هستی، حیات، گل ریحان ثبت خاندان هستید. امروز از نام خواهرتان شمایان را تبریک میگوییم. میگویند دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پری آب است و دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دل امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. امروز صفیایتی میگویند خواهری من شریفه جان از من دیده خوشبخت‌تر است که مادرم آغوش میکند، از آن روی پر از نورش بوسه میزند و بوی بهشتی مادرم را نفس میکشد. از نام منم تبریک کند مادرم. یاد کردم همه آشان را. امروز لحظه های خرسندی مبارک برای مادر عزیز. البته کتاب قیمت بهاترین قرآن کریم را پیشکش میکنیم. از نام فرزند راه دورشان مرحمت مبارک باشد. سلام مادر، سلام مادر، برایت احترام مادر. همه سختی ها بگذشت، آتش بازم برام. و البته این دسته گل های زیبا از نام خواهرتان برای هر دویتان مرحمت شریف آیتی، زرین آیتی قبول کنید و لحظه های خرسندی برای شمایان مبارک باشد. مرحمت. مبارک باشد. و برای رهنا بانو جیانی نوزنینی خاله جانشان، رهنا بانو کجا رفتند؟ برای رهنا بانو شیرینی داریم بگه در وقت افطاری خودتان میبرید و پیشکش همین مادران عزیز میکنید، یک جای از آن تناول میکنید. مرحمت رهنا بانو شیرینی را قبول کنید. مبارک باشد. شریف آیتی امروز روزی خرسندی است. مادر را و خواهر راهدور و همه امروز زن بانوان را تبریک گویید. مرحمت. اولا السلام علیکم، خوش آمدید اولا بار به درگاه پدر و مادر من. خیر الهی تا همه زمین باشد، حیات باشد، تا جهان باشد، پدر جان من و مادر جان من در این حیات باشم، در سر فرزندان، نبرگان، در سر اکیکان، اپیا که در راه دور بودگیم هم هاشون الهی سلامت باشم. و اینجا همسایه های با دل و دیدن نزدیک مادر من که قدم رنجیده کردن و همه شمایان عید زنان مبارک باشد. الهی تا جهان باشد، تمام زنهای دهه اقصای، مادران،
خواهران همه‌شان باشم. بار دیگر رحمت کلان به درگاه ما قدم رنجیده کردید. مادر جان، الهی سرتان درد و دلتان غم را نبیند. همیشه در سر ما دعاگوی شوید. از نام اکیکم شما را تبریک میکنم، از نام کلنا نبیرگان با اپیکم رحمت کلان همی خیل قدر و قیمت کده. همی خیل امروز روز خورسندیده. الهی خداوند کریم همیشه شما را در پناهش نگاه داشته نگهبانتان باشد. رحمت کلان بار دیگر. هزار رحمت، تشکر. البته الهیده رحمت برای کلین پاشا زرینایتی، برای که در خدمت مادر شب و روز حاضر هستید، برای که این خاندان را آباد و آزاده نگه می‌دارید. همیشه صحت سلامت باشید. این کلین ما برای ما کلین خواهر شده قدم ماندن. خدا را شکر که باز یک خواهر داریم. و البته نیت‌های نیکتان رو می‌خواستیم شنویم. مرحمت. السلام علیکم. خوش آمدید پدرگاه ما. با ایتمنام رحمت کلام برای همین اعتبار بیملام عمرشان دراز شود. همینجا آمدگی همسایه هم خوش آمدن. این روزنگی بیرم که هماتون به تبریک. هزار رحمت. دوگانه ها و همسایه ها کی تبریک میکند؟ مرحبا. السلام علیکم همسایه ها. من امروز هممون اینجا جمع اومدیم آزادویتی به روزی ایدی زنان، ایدی زن و بانوان هم یک کتونه آزادویتی هم دخترکاشون هم کلین همه همسایه ها همه و زنان جهان به این روزی ایدشون مبارکباد میکنیم. صفیه هم اینچونین صفیه جان شما هم تبریک میکنیم. الهیم در جای باشه، در پناه خدا باشه. ما هم خیلی تبریک کردی امر دور استاده همه وقت در سری فرزندان ساخت سلامت باشی دخترکم. آزادویتی همی فرزندان کلان کده مکتبای عالی خونونده. این صاحب فرزند صاحب خانه در کدگیان، اون صاحب از ده زیاد نبیره زیاد هسته. خدا خواه حضور اکوی همینا بینن علی محمد بو کتی الهیم خوشه پیر شوم، پیری به دولت شوم، همه وقت خونه یکاشون همه خیلی خورسندی خوشبختی شوم. همه وقت سری همه فرزندا دا سایبان شده گردن الهیم. کلین پشوی هم شریفه هم همه یکاتونه دخترکاتونه تبریک میکنیم. الهیم ساخت سلامت باشه. همه خدمتی همه حجیانه کرده الهیم شما هم کم نشوه، حجیانه شوه، همه وقت ساخت سلامت باشه. حسین جان رحمتی کلام همه وقت در خدمت خلق اقصایی. ما خرسندیم، ما فخر میکنیم که همه خیلی برنده وای داریم. اومده مادرها تبریک کده میگرده، روزای ایداشون ده ویاشون ده دین رجدینهشون ده. ما خرسندیم. الهیم شما عمری دراز بینی، همه وقت ساخت سلامت باشه. همی بچه که کتی هم یکاتون رحمت برای میخواد تشریف آوردگیاتون. همی خیلی موعد تبریک کردیم. ما سرمون از زمین تا آسمان پیش شما ده رحمت. الهی عمری دراز بینی، همه وقت ساخت سلامت باشه. هزار رحمت. تشکر حاجیانه ها همیشه باشید. ما شما را دوست می‌داریم. همه فرزندان مادر را دوست می‌دارن. صحت سلامت باشن. البته امروز روز خورسندی است. می‌خواستیم برای راهدور ما صفیایتی از خدا یک تقصیر که دعا کنید، رحمت گویید، تشکر خود را رسانید. مرحمت. اونم برم دخترکی که همه دخترکوی مسافری اسرائیل بدگی تمام رو به دنیا ده بدگی دخترکو هشتم مرد کتی همه یکاتون تبریک میکنم و خاطر شما ها دخترکی خمم. الهیم همه یکاتون به عمره که درستی خدای مهربان رزقکی فراستی
فقط یفتگی یکاتون تو یکاده گرده دستکاتون پری تیلا شوه کسی یکاتون پری دلار شوه قدمکای موندگیتون فقط مبارک شوه همه یک واجیونه شوه همه جاکا آمده با خلق قسمت شکده گرده صفیه مرمتا الهیم سرده دروی عمره که دراز بینی عبدوالی کتی خوشپیر شوی روزکای نصیب بود کنه دخترکاتا خوناندی برای همین فرض سهت یک چطه همونجا که رفتی الهیم تلیرم همیسال مکتب اولی داخل شوه خداخواه امسال تیرموها دا دخترکتا براریش با همی بچه یکم حسینه کم همینجا آمده بود وای کنه همین خیلی تبریک کنه هم مردمه بچه یکم مکتب دا درایی دخترکم تن بختکش کشوده کنه فقط یفتگی یکات تو یکات دروه سوی یک دلمان ورین 11 تا 12 تا نیوره شوی بیوی کلوان شوی حاجی آنه شوی دلی رکت حجکو برتا الهیم فقط یفتگی یکات روزکای با میگم نقص دروه الهی آمین الهی عاقبت کاری جمیع مومنا را به خیر گردانی ایمان را سلامت داری برای راست هدایت کنی توفیق بر طاعت و پرهیز از معصیت کرامت فرمایی از گناه های صغیره و کبیره پاک گردانی برای جمیع مراد و مقصد های نیکی دینی و دنیاوی همیشه مددگار شوی از بلای آفتکای آمدگی در پشت پناه نگهبان ما شوی از گوهر ایمان که عطا فرمودیمون هرگز جدا نگردانی الهیم همه یکامون خدای مهربان نگهبان شود حسینم این همری یکاشم حسین جان یک تیک بودی الهیم 100 تیک شوی حضرت آن یک دودود فقط دیده کردم یافتگی یکات روزکای نغزو دروه اون یک دودود حجکا بری حاجی بابا کنی حاجی آنه کنی خداکتم حاجی دودو شوی زکیلون کدی کوشه پیرک شوی فقط خدمت مردم کدن ده قدکت پس نشود دستکت پری تیلا شود کسیکات پری دلار شود قدمکای گشتگیت فقط مبارک شده همه جاکا زیر کده بقواس شده گردی الهی هزار رحمت تشکر سلامت باشن اکنون امروز بیرام است هم ماه شریف رمضان و روز مادران است یک جای میرقصیم حاجیانه ها خورسندی را ما با تاریخ ضبط میکنیم و همیشه در روز خورسندی میگوییم باشیم امروز در از یعنی همسایه همه ارکم گم اینجا اینو همش همسایه من موندگیش خواهره و یکش اویتیم است الهیم رخصت عمره که دراز بینه بچه کشت توی کنه بچه کش یکش امریکا ده فقط روزکای نگزنی هشتمی مرد گلگونچش سری سبت خاندانو شود توی کنه همه یک کامون سیم بیا خداخواه الهی توی یک سل کنیم فقط همه همسایه کم ده خدای مهران عمرت درستیم فقط خوشوش ده گردن هزار رحمت همه مادران زیبا هستند رخصت خواب از روز مبارک روز شکرانتان را مبارک باد میگویم 120 ساله شویدن هم خیرین بر خواهری شمایان چشم نرسد و مانند امروز زیبایی شما را ترک نسازد زیباترین زنی دنیا باشد میگویند زی تو دارم برای تو دلم گم میزند مادر برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر اگر یک خنده ات بینم شود صدر تسکینم برای خنده های تو دلم گم میزند مادر همیشه لبخنده همراه شمایان باشد روز نیکتان مبارک مرحمت رحمت کلو السلام علیکم من امروز در این امروز 8 مارس روز تولد من هم است روزی وای در جهان چقدر که زنها باشند من از تمام از روی جهان زنها را تبریک نموده با آنها عمر دراز رزق فراز میخواهم زنهایی که اقصای ها با گرد کناری مملکت هستند با آنها خوشبختی ها میخواهم خوشبختی های زندگانی های نو میخواهم همیشه خوشبخت باشین در کجایی که نباشین صحت و سلامت باشین آزاد الفا امروز من شما رو به این روزی عید زنان تبریک و تهنیت ها گفته و شما عمری دراز رزق فراز چه آرزوی نیته که نداره جامعه عمل پوشه علی محمد با کتی یک جای پیر شده حضور حلاوت این فرزندای بینه چه آرزوی نیته که داره به مقصد رسه الهیم خوشبخت باشه فقط توی تماشا گرده همه خانه فقط توی شده توی شود رحمت برای آمدگی شما هایم حرمت کده آمده به شما هم رحمتی کنم شما هم به مقصد رسه رحمت امروز
آزاده خاله یکتا وظیفه شما با من همسایه های قلین بودید. خدا خواهد همت که ماه شریف رمضان گذشت و تمام شد ما را تکلیف میکنید با جماعه خود و ما طرز پختن سمالک را 3 سال باز انتظار هستیم که از آقسای میگیریم گفته بعد تمام روی دنیا میخواهیم نمایش کنیم سمالک تنوری را. شما با وظیفه بعد از ماه شریف رمضان همسایه جمع میکنید و ماه بهار فصل بهار یک جای سمالک تنوری را میپذیریم پیشکش مخلصان میکنیم وعده میدیم امروز یک جای تشکیل میکنیم ما را تکلیف میکنید و نبیره ها تبریک میکنن یا آغوش میکنن فقط اسرافیل بیا تبریک کنیم بیا علیکم بیبی جان من امروز بیجانم رو به 8 ماه تبریک میکنم. بیاتیم یک تا تبریک دو کس اچاش میکنم رفته السلام علیکم بیبی جان عزیز من شما رو با عید 8 ماه تبریک میکنم. مرحمت سرودها مادران می رقصیم خورسندی میکنیم مرحمت
چشمش بگیر یا نامه آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتله 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 ناز بدن گشتله گشتله دله دله ناز بدن گشتله بچه موی جنگله با من نکن تو هیله مدرسه کلابی با من نکن تگیله خدای موی جنگله با ما نکن تو هیله ناز کنشمت بیکوش بشی برات سلسله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتله 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 ناز بدن گشتله گشتله دله دله ناز بدن گشتله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتله 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 ناز بدن گشتله گشتله دله دله ناز بدن گشتله اینک عزیزان امروزه سفر ما با اقصای به آخر رسید. امروز حاجیانه را آزادخانه را و اهل زنبانوان را با روز بین المللی مادران تبریک کردیم، پیشکش شما کردیم. البته همیشه با ما باشد، کیفیت ایدانه و بهارانه همراه شما باشد. سلامت باشید.